فرصت به دست آمده برای تیم فوتسال دیار صنایع و گل برای تیم دیار صنایع. موقعیت پیش آمده بدون پاس دادن گل میزنه تیم دیار صنایع. ببینید از موقعیت پیش آمده چگونه استفاده میکنن. موقعیت فوق العاده است برای تیم فوتسال دیار صنایع، جایی که سید حیدرعلی حسینی ایستاده. ببینید که از موقعیت چگونه استفاده میکنه. این ضربه و گل برای تیم فوتسال دیار صنایع. نتیجه میشه 12-3. انبیاء رضایی گل زد. گلزنیش خوب بوده. علیزاده دادرسانفر هست که 3 گل از در این مسابقات. موقع موقعیت انبیا گل برای دیار صنایع. انبیا حساب کار 2-1 کرد. یکی از گل‌های خورده صنایع پاسخ داد. یک گل زیبا. گلکیپر هم انبیای رضایی بازی را آغاز خواهد کرد. خود انبیا ضربه را میزنه و چه گلی برای دیار صنایع. یک سوپر گل. انبیا کیک یا فری کیک برای دیار صنایع. تبدیل به گل میشه. حساب کار 3-2 شد. اختلاف به حداقل میرسه. چه اشتباهی که الهام وهابزاده و این ضربه‌ای که درون دروازه جای میگیره. و زیر دست از موقعیت ضربه سعید اسرار. این ضربه سر و گل. انبیای رضایی یک گل خورده را جبران کرد. یکی از 4 تا را منفی کنید. حساب کار 4-1 میشه. اختلاف به 3 گل کاهش پیدا کرد. ببینیم با هم ضربه سعید اسرار سادات و این ضربه سری که دور از دستان علی نیکنام تبدیل به گل شد. واسه موقعیت فرصت برای گل دوم. فوج احمد یوسفی این پاس موقعیت اشتباه میکنه. الان آریا فوج ذبیح الله آشوری کار ادامه. انبیای رضایی دروازه خالی است و گل سوم برای دیار صنایع. سر سادات روی پاس زیبای انبیا رضایی گلزنی کرد. اختلاف به 2 گل میرسه. بازی جذاب شده در این لحظات. عجب پستی، عجب حرکتی از اسرار و ضربه تمام کنه دیگه. بله. حالا ادامه مسیر. این فرصت و گل برای تیم دیار صنایع. وای خود ذبیح الله گل میزنه. شماره نوع تیم دیار صنایع. پشت پای فوق العاده و با بغل پاپا توپ را جای داد در اون دروازه صداقت. ببینین از این زاویه این نما این گونه آرام و توی در 12 ثانیه تا پایان. خدادادی صاحب توپ خودش حرکت میکنه. توپ اوت زده میشه. بازی را زود شروع کردن. آخرین موقعیت گلزنی برای دیار صنایع غزنی که توپ اساس حالا بازم فرصت. آخرین شوت ببینیم چی خواهد شد و گل. عجب گلی در چه ثانیه‌ای. ببینیم که گل پذیرفته میشه یا خیر. عجب گلی به ثمر رسید. داور ویس را بررسی خواهد کرد. فکر کنم در آخرین گل مساوی را بزنند دیار صنایع در این لحظات یا خیر. کانر ارسال خواهد شد. ارسال موقعیت هست. این ضربه و گل برای دیار صنایع. حساب کار 1-1 برابر شد. This is futsal. Unbelievable. چی کار کرد دیاران صنایع. حساب کار 1-1 مساوی شد. همه چیز مثل روز اول برابر هست. ببینیم با هم این ضربه که گلش اما در نتونستن بعد از اون گلی که زدن ادامه بدن و کارشان. فرصت هست برای دیار صنایع و توپی که از روی خط برگشت شده میشه. چی موقعیت را کاپیتان از دست حالا در برگشت. گل. حساب کار
6-3 شد به نفع امیدفسی. بالاخره در نیمه دوم شاید گل هستیم. دوباره از سوی سبزپوشان امیدفسی. حالا آشوری موقعیت هست و گل برای دیار سنایی. آشوری هم هتریک میکنه در بازی امروز برای دیار سنایی. حساب کار 6-4 شد. ببینیم ثانیه گل را. ضربه چپی که آشوری زد در اون دروازه جای میگیرن. چپ و راستش مستر بوده امروز. این موقعیت برای تیم فوتسال دیار سنایی. اعضای راست میدان پیشروی، فرصت، موقعیت هست برای بازیکنان تیم 4 دیار سنایی 0. این پایان کار نیست. موقع برای حامد موسوی. افتحالا باز هم شوت دیگر. وحید و صمیمی نمیتونه دروازه رو باز بکنه. پیشروی برای بازیکنان تیم عماد عیاضی. فرصت هست. عماد عیاضی و همچنان عماد عیاضی. از اشتباه اندیا رضایی صاحب توپ. همچنان اندیا رضایی یک پاس کوتاه. این اصطلاح بلند و توپ در اختیار عبدالله رضایی هست. البته متوقف کارت زرد به علی خبری نشان میده.